اگه خونتون یخچال سایت دارید حتما این ویدیو رو تا آخر نگاه کنید. وقتتون بخیر، امیدوارم که اوقات خوبی رو داشته باشید. عرضم به خدمتتون که امروز میخوایم یه آموزش بدیم برای دوستان عزیز که هم تو خونهشون یخچال سایت دارن و همین که دستگاه تصفیه آب دارن. میخوام بهشون آموزش بدم که چجوری دستگاه سایتشون رو به یخچالشون متصل کنن و از آب تصفیه برای یخچال استفاده کنن. عرضم به خدمتتون که دو راه وجود داره. یکی این که همین زانویی که رفته برای شیر برداشت که به این شکل هست و به شیر برداشت وصل میشه، بین راهش شما از یه جایی از مسیر شما برش بدید شیلنگتون رو و یه دونه که میره برای شیر برداشت، یه دونه هم بزنید به یخچال. خیلی راحت از این طریق میتونید شما از آب تصفیه برای یخچالتون استفاده کنید. و اگه نمیخواید این کار کنید بین مسیر بزنید، شما باید این زانویی رو در بیارید، فقط کافیه یه ناخن بندازید پشت این فیتینگ و شلنگ رو بکشید بیرون. این زانو رو باز میکنید که به این شکله و یه دوراهی به آخرین فیلتر روی دستگاه که اینجا فیلتر قلیایی هست و بعضی از دستگاه این فیلتر ظرف مینرال هست، آخرین فیلتر شما یه دوراهی بس میکنید. یک دونه برای یخچالتون و از یه خروجی دیگه هم برای شیر برداشت استفاده میکنید. به همین راحتی شما یخچال سایتتون رو به دستگاه تصفیه‌تون نصب کردید و دیگه لازم نیست از فیلتر سایت بای سایت استفاده کنید. خیلی ممنونم از اینکه پیج ما رو دیدید و امیدوارم این آموزش براتون مفید باشه.